سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما به شما چگونه تغییر دادن فعل صفت یعنی خواب رفتن را در جانشین ها و در مثال ها نشان خواهیم داد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در این درس ما به شما زمان گذشته، زمان حاضره و زمان آینده فعل صفت را پیشکش خواهیم کرد. زمانی حاضره فعلی صفت در جانشین ها. دوستان عزیز، چنانچه شما میدانید فعل صفت مصدر فعل ما به معنای خواب رفتن می باشد و در جانشین ها کلمه ما تغییر می یابد. اکنون ما تغییرات آن را به شما نشان خواهیم داد. در جانشین اول یا سپلیو، من خواب می روم. تی سپیش، تو خواب می روی. آن سپید، آن پسر خواب می رود. انا سپید، آن دختر خواب می رود. انا سپید، آن خواب می رود. می سپیم، ما خواب می رویم. وی سپیته، شما خواب می روید. انی سپیت، آنها خواب می روند. زمانی حاضره فعل صفت در مثال ها. یا سپلو نکرواتی، من خواب می روم در کراوات. تی سپیش نکرواتی، تو خواب می روی در کراوات. آن سپید نکرواتی، آن پسر خواب می رود در کراوات. انا سپید نکرواتی، آن دختر خواب می رود در کراوات. انا سپید نکرواتی، آن خواب می رود در کراوات. می سپیم نکرواتی، ما خواب می رویم در کراوات. وی سپیتی نکرواتی، شما خواب می روید در کراوات. انی سپیت نکرواتی، آنها خواب می روند در کراوات. دوستان عزیز، اکنون ما با شما شروع می کنیم زمانی آینده فعلی صفت را در جانشین ها. یا بودو صفت، من خواب خواهم رفت. تی بودیش صفت، تو خواب خواهی رفت. آن بودید صفت، آن پسر خواب خواهد رفت. انا بودید صفت، آن دختر خواب خواهد رفت. انا بودید صفت، آن خواب خواهد رفت. می بودیم صفت، ما خواب خواهیم رفت. وی بودید صفت، شما خواب خواهید رفت. انی بودید صفت، آنها خواب خواهند رفت. زمانی آینده فعل صفت در مثال ها. یا بودو صفت فسیو ناچ، من تمام شب خواب خواهم رفت. تی بودیش صفت فسیو ناچ، تو تمام شب خواب خواهی رفت. آن بودید صفت فسیو ناچ، آن پسر تمام شب خواب خواهد رفت. انا بودید صفت فسیو ناچ، آن دختر تمام شب خواب خواهد رفت. انا بودید صفت فسیو ناچ، آن تمام شب خواب خواهد رفت. می بودیم صفت فسیو ناچ، ما تمام شب خواب خواهیم رفت. وی بودید صفت فسیو ناچ، شما تمام شب خواب خواهید رفت. انی بودید صفت فسیو ناچ، آنها تمام شب خواب خواهند رفت. دوستان عزیز، اکنون ما با شما شروع میکنیم زمان گذشته فعل صفت را در جانشین ها. یا سپال، یا اینکه یا سپالا، من خواب رفته ام اگر مرد باشد یا سپال، اگر زن باشد یا سپالا. تی سپال، یا اینکه تی سپالا، تو خواب رفته ای. آن سپال،
آن پسر خواب رفته است. انا спала. آن دختر خواب رفته است. انا спала. آن خواب رفته است. ми спали. ما خواب رفته ایم. ви спали. شما خواب رفته اید. они спали. آنها خواب رفته اند. زمانی گذشته فعل صفت در مثال ها. Я спал целый день. من تمام روز خواب رفته ام. Ты спал целый день. تو تمام روز خواب رفته ای. Он спал целый день. آن پسر تمام روز خواب رفته است. Она спала целый день. آن دختر تمام روز خواب رفته است. Оно спало целый день. آن تمام روز خواب رفته است. Мы спали целый день. ما تمام روز خواب رفته ایم. Вы спали целый день. شما تمام روز خواب رفته اید. Они спали целый день. آنها تمام روز خواب رفته اند. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن با کانال ما آبونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.